بله سلام علیکم، بفرمایید. السلام علیکم و رحمت الله. برادر عزیز، کل چیز شما را تایید میکنیم، قابل تایید است، راست میگه. ما یک سوال دارم صاحب، امی شیعه ها چرا دارالحفاظ ندارن و یا چرا حافظای قرآن ندارن در سر تا سر ایران، حتی در افغانستان یک جای ما ندیدیم صاحب یا دارالحفاظ داشته باشن؟ امیر صاحب میخواستیم برای ما معلومات بدیم که آیا تا قرآن کریم عقیده ندارن و چرا دارالحفاظ ندارن؟ درست، چشم، باشه، در این مورد صحبت میکنم. سوال دوم صاحبی که یا چرا در تکیه خانهشان یا مساجدشان از قرآن و سنت صحبت نمیکنن؟ بدون سنت همونطور هر چیزی کردن شما گفته میرن بدون سنت و کسی هم از یا پرسان نمیکنه که همین موضوعی را که تو گفتی روی کدام سند، کدام حدیث، کدام اسناد، چیزی که زمدانشان آمده تو پفکده میرن و گیرن که فاطمه تو که تو زینب تو که دیدی خیلی قسم نه از یا دولت ها کسی پرسان میکنه، نه کدام مفتی کسی هست که از یا پرسان کنه از خودشان که تو هم میگه پروی کدام اسناد. درست، باشه، در این مورد صحبت میکنیم برادر عزیز. تشکر یک جهان. تشکر از شما، خدا نگهدارتون. عوام شیعه، عامه شیعه، یعنی کسانی که از امور دینشون بی اطلاع هستن، همه به همین قرآنی که ما داریم اعتقاد دارن، اما چون که زیاد به این قرآن استناد نمیشه و از این قرآن زیاد تمجید نمیشه و اهمیت بهش داده نمیشه، به خاطر همین خیلی عادی با قرآن برخورد میکنن. علمای شیعه چرا به قرآن اهمیت نمیدن؟ مدارس اینها چرا دارالحفاظ ندارن؟ چرا در همین حوزه علمی قم تا قبل از آیت الله بروجردی اصلا قرآن نمیخوندن؟ در حوزه علمی قرآن اصلا براشون مهمه. به خاطر همین اصلا قزوینی رو ببینید آیات قرآن رو چطور میخونه، چون که اصلا آیت الله العظما شده و یعنی در علم رجال هم اگر دو تا باشه یکی شیشون است و حافظه کامپیوتری داره و این همه روایات اهل سنت رو جلد فلان صفحه فلان جلد فلان از روی پروژکتور میخونه، اما قرآن خوندن بلد نیست. به خاطر اینکه قرآن براشون اهمیت نداره. چرا اهمیت نداره؟ چون میگن قرآنی که ما در نزدمون هست این قرآن تحریف شده و باطل است والعیاذ بالله، و قرآن اصلی در نزد امام زمان است که با خودش گرفته و ترس پاره شدن شکمش فرار کرده، رفته در چاه جمکران یا سرداب سامرا و 1200 خورده سال است که مردم رو همینطور نالان و سرگردان گذاشته. دلیل ما در کتاب کافی، صحیح‌ترین کتابشون بعد از قرآن، روایت اینجاست: این قرآن الذي جاء به جبرائیل الى محمد صلی الله علیه و آله و سلم 17,000 آیه. قرآن اصلی که جبرائیل برای محمد صلی الله علیه و سلم آورده بود 17,000 آیه بود. راویان این، الان نگن که راویانش حرف ازشون، راویان این روایت کسانی هستن که راویان امامت 12 امام هستن. اگر این روایت رو بزنن یعنی 12 امامی رو روایتاشو زدن، یعنی روایات امامت رو در کتابشون زدن. به همین مطلب آقای مجلسی در کتابش در مرآت العقول ذکر میکنه. دوستان عزیز نشون بدن این مرآت العقول که در شرح همین کتاب کافی نوشته شده از ملا باقر مجلسی، همون که پدرش چرسی بود حشیش میزد، در کتاباشون آوردن در جلد 12 در رابطه با همین روایت کافی میاره. این روایت موثق است و فخبر صحیح، خبر صحیح است، ولا يخفى ان هذا الخبر و كثير من الاخبار الصحيحه صريحه في نقص قرآن و تغییره. میگه شکی نداریم که بر پنهان نیست که این خبر و اخبار کثیر، احادیث زیادی که صحیح هست و صریح هست در این که قرآن کم شده و تغییر یافته. و عندي و در نزد ایشون یعنی آقای مجلسی ان الاخبار في هذا الباب متواتره المعنى، متواترت معنی، یعنی احادیثی که در این باب دارن متواتر است. و طرح جمیع یوجب رفع الاعتماد عن الاخبار رأسا، میگه طرح همه این روایت ها سلب اعتماد از این اخبار رو برمیداره. بل ظنی ان الاخبار في هذا الباب لا يقتصر عن الاخبار الامامه فكيف يثبتونها بالخبر. میگه که روایت ها، احادیثی که در باب تحریف قرآن داریم کمتر از روایت های امامت نیست
چطور میگه امامت رو از طریق روایت ها ثابت میکنن، همونطوری که امامت رو ثابت میکنن تعریف قرآن هم ثابت میشه. اگر که تعریف قرآن رو رد بکنن پس امامت رو هم باید رد بکنن. این حرف عالم بزرگشون آقای مجلسی در کتاب مرآت العقول است که در شرح کتاب کافی نوشته شده و اکثر علمای شیعه قائل به تحریف قرآن هستند. این دلیلی است که به قرآن اهمیت میده. اما این شرکیات و خزعبلاتی که اینا انجام میدن در حسینی‌ها و در محافلشون، این دیگه از خودشون بپرسید که چه دلیلی دارن و در صحبت‌هایی که در طول برنامه شد ما همیشه دلیل می‌خوایم از اینا که به چه دلیل این کارو می‌کنیم، فرار می‌کنن از دلیل، چون که دلیلی ندارن برای این کاراشون.